بفهمید. من جلیل شرحانی هستم، عضو حزب تضامن دموکراتیک اهواز هستم، عرب هستم و جزو شورای رهبری حزب هستم. کنگره رو در 2 روز یعنی اول و دومش من میبینم که کنگره خیلی موفقی هست، با اینکه من عضو کمیته هماهنگی کنگره هستم و از زمانی که کنفرانس 2 روزه ماه قبل بوده تا امروز من جزو بحث ها بودم، جزو تصمیم گیرنده ها بودم، پیشنهادایی دادم، پیشنهادایی از دوستان گرفتم و میبینم که قدم اول قدم خیلی خوبیه. میتونیم که از این کنگره و بحث هایی که شده تو این کنگره میتونیم که یک ساختار سیاسی خیلی قوی خارج بکنیم و به جامعه ایرانیان عرضه بکنیم. سلام، من آزاده نعمان هستم، معلمم و عضو اتحادیه معلمان انگلستان NEU. من جزو فعالان همبستگی بین‌المللی این اتحادیه هستم. به نظر من کنگره اون اهدافی که میخواست رو خب من هم با ایشون موافق هستم. کنگره موفقی بود. ما صداهای بسیار مختلفی در این کنگره حضور داشتن و تمامی این صداها با احترام شنیده شدن، حرفهای مختلفی زده شده و این آغاز یک گفتگوی بسیار سازنده هست که برای آینده ایران که ما چه ایرانی میخوایم و چجوری میتونیم این رو همه با هم در کنار هم بسازیم، با البته با حضور تمامی ملت ایران، مردمان ایران. کنگره تمام گفتارهای ایرانیان توش بوده، همه صحبت کردن، همه از کاستی هایی که داشتن گفتن، از کمبودهای جامعه رو گفتن، از کاستی هایی که اپوزیسیون داشته صحبت شده و همه تقریبا تریبون داده شد و همین تریبون تونست صدای همه رو به همه برسونه و این خیلی مهمه که بتونیم از صحبت هایی که شده ما بتونیم یه سازگاری درست و قابل قبول برای جامعه ایران از این خارج بکنیم و خیلی مهمه که ما باید به همه اعتبار بذاریم، حق صحبت کردن بدیم، گوش بدیم، صحبت های ما رو هم همونطوری که باید هست دیگران بشنون و به همین گفتگو رو ما اجرا بکنیم که بتونیم یک سازمانی از این کنگره خارج بکنیم. تکثرگرایی که در صحبت همه بود و در روز اول همه صحبت میکردن ازش، ما صداهای مختلفی بودند. شاید این صداها همه با هم موافق نبودن ولی همه تا اونجا که من دیدم و فهمیدم به حرف هم گوش دادن، صحبت کردن. حتی اگر اون توافق نداشتن، ما به به هر حال یک راهی شروع شده برای پیدا کردن اون اصولی که ما همه با هم قبول داریم، اون کمینه‌ای که میتونیم ازش شروع کنیم، اون خاکی که میتونیم ازش شروع به ساختن بکنیم. اگر فردا روز یعنی یک ایران آزاد باشه که در اون تمامی مردمان ایران حق ساختن ایران داشته باشن، اولین روزشونه که ما میشینیم با هم صحبت میکنیم، ادامه این صحبت در واقع میدیم. از الان شروع به صحبت میکنیم که ایرانی که میخوایم چی هست و اون روز اولین قدم میتونیم برداریم که در قانون اساسی که میذاریم تمامی مردمان ایران حق حقوق برابر داشته باشن و بتونن در ساختن ایران شرکت کنن و احترام داشته باشن در اون مملکت. من فکر میکنم تمام صحبت ها خودمون رو باید قبل از سقوط رژیم بکنیم و چیزی برای فردا نذاریم. اگر امروز توافق نکنیم فردا توافق نخواهیم کرد. من روز جمعه در مدرسه خودم ملیت‌های مختلف لباس‌های محلی خودشون رو تن کرده بودن و به زبان و موزیک خودشون می‌رقصیدن. خیلی مدارس دیگه شاید غذاهای محلیشون رو بیارن و این یک جشنه. ما یک لباس محلی رو به عنوان لباس دهاتی یا لباس غیر دموده نگاه نمی‌کنیم، بلکه به عنوان یک بخش از هویت یک انسان و رنگین بودنش و متفاوت بودنش نگاه می‌کنیم و این رو باعث به اصطلاح در واقع ثروتمند بودنمون می‌دونیم. من امیدوارم یه روزی برسه که در ایران ما این کار رو انجام بدیم.
من ایران رو به یک قوم نسبت نمیدم. ایران کثیر الملت است و این کثیر الملت بودن ایران پلی برای جهانی شدن ایران میدونم.